дуруд шунавандаҳои гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо рамани гузашти айёми нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷумъа Одина аз силсилаи хониши бадиӣ. гуфтори 11. 3:07 ҳам гузашт. ризвон ҳам гапи Салим Сайёдро тақвият дод. баъд Салим Сайёд боз аз афсонаву ривоятҳои халқиву динӣ дар бораи қазову қадар мисоли бисёре овард. ҳамаи онҳо як маънӣ доштанд: бехости худо на аз шохе барге меафтаду на аз саре мӯе. мерган ба панду андарзи падараш гӯш карда бо таассур аз дил мегузаронд. хуш ба ҳоли онҳое ки ба худо бовар доранд. ҳамаи ноомади кор, шикасту садама ва ғаму андӯҳро бар гардани вай бечора бор мекунанд. худо дод, худо гирифт. хости худо ҳамин будааст ва ғайраву ва ҳоказо. аммо вай ки ба худо ва қазову қадар бовар надорад, ин ғаму андӯҳи ҷонкоҳро пеши кӣ барад? сабаби ин фалокатро бар гардани кӣ бор кунад? бар гардани Петро? магар айби ӯст? агар ба ҷои ӯ шафёри дигар мешуд, ин ҳодиса рӯй намедод. мерган фардои чил ба кор баромад. дар баробари ба идора даромадан ҳама аз ҷой хеста салом доданд. мерган ба ҷояш гузашта нишасту дусе папирос кашид. эҳсос менамуд ки кормандони бухгалтерия гоҳ-гоҳ бо қирраи чашм дуздида бо тараҳҳум ба ӯ менигаранд. ин ба вай маъқул нашуд. берун баромад. дар назди дарвоза боз истод. дар сояи бинои идора Камолхону Кашаков рост истода суҳбат мекарданд. баъд сарбухгалтер Шарофатхола ва ҳисобчӣ Ҳусния берун баромаданд. Камолхон онҳоро ба наздаш ҷиғ зад. Мерган чанд дақиқа фикркунон истод.
به کجا رود؟ باز به بوغالتریا درآید یا به موتورسیکل سوار شده به یگان کلخاز یا بریگاد تراکتورچیان؟ میرگن اکنون به سوی گراژ رفتنی بود که از دروازه دو زن وارد شدند. یکی پیر و عصابدست و دیگر جوان. پیرزن ناگاه خود را پیش پای میرگن پرتافته به گریه و فغان درآمد. جوان زن که چشمان براق آبی، گونه‌های پره‌ای سفید و لبان سرخ مالیده داشت، با تبسم این منظره را مشاهده می نمود. میرگن از دو بغل پیرزن گرفته او را آزاد از زمین برداشته به پای گذاشت و بعد به جوان زن که هنوز هم تبسم کنان نظاره می نمود نظر افکند. جوان زن نگاهش را نگریزاند، برعکس داوطلبانه به چشمانش چشم دوخت. پیرزن هنوز هم گریه و لابه می کرد. میرگن هیچ مطلبش را فهمیده نمی توانست. مادر، گفت او با کتف کمپیرک دست رسانده، اینقدر گریه و فغان نکن. مطلبت را نغزکک فهمانده ته. اگر از دستم آید مرحمت، یاردم می دهم. در این وقت پیچیراس کمال خان که گریه و لابه کمپیرک را شنیده همراه حسنیه و شرافت خاله نزدیکتر آمده بودند به گوش رسید. ساقهای خوشتراش داشته است پدر سگ. اگر من به جای میرگن می شدم، شوهرش را حبس کنانده خودش را به زنی می گرفتم. این مورد شما بر این معاون سیاسی پیچیراس زد حسنیه. اصلا از بیمزگیت نماندیدیه. با جهل گفت شرافت اپا و به زیر پایش تف کرده به قفا برگشت و به سوی اداره روان شد. در برابر شنیدن گپ‌های کمال خان موی بدن میرگن سیخ زد. وای خواست که به قفا برگشته به نزد معاونش رود و از گریبانش گرفته دو سه بار تکان دهد و بعد دو سه دهن گپی آبدارکک گوید. اما در این وقت کمپیرک دو دسته از دستش داشته فق کنان به عرض مطلب شروع نمود. پروکورور رفیف، به پسری سرسختی من 10 سال دادنی. 10 سال. آخر وی چی گناه دارد؟ نخواد وی قصدن این خیل کرده باشد. میرگن لحظه به فکر فرو رفت. معلوم می شود که پترا را داشته آوردند. اگر به پترا 10 سال دهند، آیا غم و اندوه او کمتر خواهد شد؟ نه هرگز. برعکس زیادتر می شود، چون که باز یک عائله ویران خواهد شد. وی از جیب تفکر سر بیرون آورد و کتف کمپیرک را با مهربانی سله کرده گفت: به خانه روید مادر، پسرتان خودی همین روز به نزدتان برمی گردد. میرگن به منتداری کمپیرک گوش نکرده به قفا برگشت و به سوی گراژ روان شد. جوان زن به کمال خان با قره چشم یک نظر افکند و از دست مادرشویش گرفته به سوی دروازه رفت. در خود همان روز قصه جوانمردی و پاکتینتی میرگن در تمام زرگر پهن گردید. پترا از حبس آزاد شده به خانه‌اش برگشت. اما خودی پترا از آزاد شدنش چندان خرسند نبود. وقتی که از حبس آزاد کردند، پروکورور رفیف به کابینتش دعوت کرده و با دمچه قلم و بالای شیشه استالش گفته با عتاب گفت: یک هفته در خانه دم میگیری، بعد راست به کمیسریات حربی میروی. فهمیدی؟ اگر نروی روزت سیاه میکنم. این دفعه میرگن هم تو را از چنگ من خلاص کرده نمیتواند. در رایون همه از جمله پترا هم نغز میدانستند که رفیف اصلا از رأیش نخواهد گشت. میرگن که از این گپ ها خبر نداشت، از این اقدام خود خوشنود بود. یک عائله را از ویرانشوی باز داشت. باز پگاه و بیگاه همراه شمال صحرا ترتری موتورسیکل میرگن به گوش می رسید. باز او از کلخاز به کلخاز و از بریگاده به بریگاده می شتافت. گاه در باششگاه صحرایی تراکتورچیان و گاه در چایخانه و مهمانخانه کلخازها می خوابید. در حقیقت هم در بین مردم غم و اندوهش کمتر می شد. هر 3-4 روز یک بار به خانه‌اش به خبرگیری پسرش می آمد. آنها همراه خوراک می خوردند و همراه پاپیراس کشیده خاموش می نشستند.
аз чӣ бошад ки мерган худро дар назди писараш гунаҳгор бар ин ҳис мекард. бинобар ин рост ба чашмонаш нигоҳ карда наметавонист. боре дар аввалҳои сентябр, вақте ки дар айвонча папирос кашида менишастанд, асад ногаҳ забон баровард. дада, агар розӣ бошед, ман ба кошона ба назди амакчаҳоям меравам. азбаски писарҳои дубари Салим Сайёд аз набирааш хурдтар буданд, Асад онҳоро амакча меномид. таҳсилат чӣ мешавад? пурсид Мерган ба чашмони писараш нигариста. дар он ҷо ҳам мактаби 10 сола ҳаст, ғурунгоз зад Асад ва чун дид ки қиёфаи падараш тира шуд, зам намуд. шумо доимо ба кори худатон банд. ман дар хонаи худам танҳо. зиқ мешавам. Мерган хеле вақт хомӯш монд. тахминан 2 соат гузашт. баъд оҳи сарде кашида гуфт: хайр, ихтиёрат. аз он рӯз зиёда аз 1 моҳ гузашт. Мерган бори газетаҳоро ки ҳар рӯз хаткашон оварда ба болои столаш мегузошт, аз назар мегузаронд. ногаҳ чашмаш ба мактуби 3 гӯшае афтод. ҳайрон шуд, чунки то ҳол ин хел мактуб нагирифта буд. адресро аз назар гузаронд. фиристонандааш Салимов А.М. Мерган мактубро кушод. дилаш гуп-гуп мезад. ангуштонаш майда-майда меларзиданд. ба сатри аввалаш чашм давонд. ассалому алайкум падарҷони меҳрубон. Мерган хати писарашро шинохт. давоми мактубро хонд. пеш аз ҳама ба шумо навишта маълум мекунам ки ман ин ҷониб сиҳат ва саломат буда саломатии шуморо низ хоҳон ва ҷӯёнам. баъд барои беадабии худ, барои беиҷозати шумо ба аскарӣ рафтанам бисьёрҳо узр мехоҳам. ман ҳоло дар курси 4-моҳаи афсарӣ хонда истодаам. ногаҳ теппаи сараш, ҷои паи захм виш-виш сӯхтан гирифт. чашмонаш сиёҳӣ зад ва гурсоззанон аз болои стул афтод. кормандони бухгалтерия давида ба сараш омаданд. шарофатхола ба бемористон ба ёрии таъҷилӣ телефон кард. бузургхон аввал дид ки рӯи занаш доғ задааст. баъд дид ки занаш доимо қурут хойда мегардад. вақте ки сабаби инро фаҳмид, хун ба майнааш зад. фақат ҳаминаш кам буд. ба вай, ба шахсе ки барои шиками худаш нон ёфта наметавонад, фарзанд чӣ лозим? боз дар чунин замона. шаб вақте ки аз ҳамдигар хуб сер шуда дар болои кат бо фароғат дарост кашиданд, бузургхон китфони занашро сила карда нармакак матлабашро арз намуд. ҳалима ҷаста аз ҷояш хест. аборт кунам? тамоми аъзояш аз шиддати қаҳру ғазаб меларзид. ту чиҳо гуфта истодаӣ? вай бори аввал ба шавҳараш ту гуфта муроҷиат мекард. ту ба маънии гапат сарфаҳм меравӣ? ва баъд аз андаке бо ташаддуди бештар пурсид: ё ту шарм медорӣ? охир ҳозир замона нотинҷ, ҷанг. ба мо фарзанд чӣ лозим? ҳоло ҳардуямон ҷавон. не азизам бузургхон, гапи шавҳарашро бурид ҳалима. ту гумон мекардӣ ки ҳалима безурёт аст. 2-3 рӯз ҳамроҳаш бозӣ мекунию баъд мегурезӣ. ана ҳамаи орзуҳоят, нақшаҳоят барбод рафт. акнун падари фарзанди ҳалима хоҳӣ шуд. падари бачаи зане ки аз 2 шавҳар мондааст. ин бошад ба ту маъқул не? охир ту писари эшони ҷамолхон. ҳалима кӣ? як занаки беному насаб, як бадном. бузургхон маҳву мот шуд. вай ҳеҷ гумон намекард ки суханони ӯро ин хел маънидод хоҳанд кард. бо вуҷуди ин дар замири дил эҳсос менамуд ки ҳақ ба ҷониби ҳалима аст. дар як гӯшаи дилаш бидуни ихтиёр ан ҳамин хел фикрҳо маҳфуз буданд. хомӯшии бузургхон эътиқоди ҳалимаро қавитар кард. ман худам мезоям, худам калон мекунам. аз баҳри ту бар ин шавҳар мегузараму аз баҳри фарзандам не.
حلیمه جسته از کت فرآمد و چیزهای شوهرش را از تیریزه به بیرون هوا دادن گرفت. گم شو، خودی حاضر گم شو، من از دیدار تو بر این شوهر بیزار. ماشه خاله از خانه دیگر جنجال آنها را شنیده به نزدشان آمد. خودش چی گپ؟ در نزد آستانه باز ایستاده ابروانش را گره کرده پرسید او با تشدد. حلیمه مادرخواندش را دیده خود را سرازیر به بالای کت هوا داد و هنگاز زنان گریه کردن گرفت. ماشه خاله از دست بزرگ خان که تمام اعضایش چون برگ بید می لرزید گرفته کشاله کنان بیرون برآورده به بالای کت شیناند و لباسهایش را که در روی حولی پراکنده بودند غنداشته آورده به نزدش گذاشت. بزرگ خان کرته و شیمش را پوشیده از جایش خستنی شد. شین، گفت ماشه خاله از دستش کشاله کرده. تو با وی چی گفتی؟ بزرگ خان تکرار کرد. احمق، آتش گرفت ماشه خاله. تو را به زمانه چی کار؟ نخواد من و حلیمه یک کودک را پاییده نتوانیم. آخر ممکن است مرا به جنگ فرستند. ممکن است من هلاک شوم. آیا شما چی بودنی صغیرگی را میدانید؟ بی پدری را میدانید؟ اولش وی صغیره نمیماند، گفت به این محاکمه ساده لوحانه او ماشه خاله. آخر من و حلیمه هستیم کو؟ یا تو ما را آدم حساب نمی کنی؟ ثانیاً خاطر جمع باش، تو را به جنگ نمی فرستند. تو ما را گل گمان نکن. ما نغز می دانیم که در یک ماه آخر تو 2 بار با وی این کمد رفته بودی. 2 بار هم از نزد دروازه زده پیش کردند. بزرگ خان محو و مات شد. وی در حقیقت هم 2 بار با وی این کمد رفته بود. 2 بار هم عریضه‌اش را گرفته گفتند که حالا آدم بسیار رفته با خاطر جمع و کاروبار خود مشغول شود. همین که لازم شد خودشان دعوت میکنند. اما ماشه خاله این گپ را از کجا فهمیده باشد؟ دیوار مش دارد مش گوش. با تبسمی فراخ جواب داد ماشه خاله. اکنون دوام گپی مرا گوش کن. تو موری هم حلیمه بر این زنی خوب یافته نمیتوانی. درباره بچه باشد غم نخور. من و حلیمه خودمان کلان میکنیم، خودمان میخوانانیم و خودمان معلومات میدهیم. دیگر احمقی نکن. با وی این کمد نرو. دلت بسیار جنگ خواهد. من به تو میدان یافته میدهم. میدانی تو بالای کت. انا در بالای آن چقدر ای که خواهی حرب و ضرب کردن گیر. و بعد از اندک خاموشی علاوه نمود. امشب در این هوای خنک تیر ماه در بالای ان همین کت قاق تنها خواب میکنی. سزای تو همین است. فردا میبینیم. فردا ماشه خاله آنها را آشتی داد. انا از آن روز قریب 1 ماه گذشت. با وجود این در حیات عائلوی آنها آن جذابی و صمیمیتی که پیشتر بود دیگر احساس کرده نمیشد. حلیمه تیز کسلی و ماندشویش را بهانه کرده از همخوابگی و قرابت سرکشی می نمود. این بزرگخان را آتشین می کرد. بزرگخان امروز خیلی دیر از خواب برخاست. شب در خواب احساس می نمود که زنش و ماشه خاله قریبی های صبح کاذب از خواب خسته به کجای رفتند و قریبی های صبح صادق با عرابه برگشته در تخانه خیلی ترک ترک کردند. بعد ناشتا کرده باز به کجای غیب زدند. در وقتهای آخر تیز این گونه حادثه روی میداد. بزرگخان دست رویش را شسته آشخانه را از نظر گذراند. برایش ناشتا تیار کردن را فراموش کردند. شب کمتر نوشیده بود. خواست که خمارش را شکند. در جوانچه را گشاد. در آنجا چیزی نبود. کیفش پرید. آخر پری روز با چشم خود دیده بود که در آنجا 5-6 شیشه عرق هست. نخواد در این خانه از او عرق را رست میکردگی شده باشند. در و دروازه را قلف کرده به کوچه برآمد. به مگزینی گذری 10 بید رسیده دید که درش قلف. حیران شد. ساعت اکنون به 12 نزدیک شده ایستاده است کو. پس چرا در این مگزین قلف؟ به سوی مگزینی گذری کلالیان روان شد. در اینش هم قلف. در آخر به مگزینی نزد امتیاز رسید. خیریت که در اینش گشاده. بزرگخان به مگزین در آمده در جای شخ شده ماند. همه رفها خالی. عرق دارید؟ پرسید او از فروشنده
مرد کوکزی که چشمان شهکاسه مانند خون گرفته و مویلب غفص ماشو برنج داشت. برای شما میابیم، غرونگاز زد او. چند تا؟ یک شیشه. مگزینچی خم شده از تگ پیش دوکان یک شیشه کاغذ پیچ را برآورد. بزرگخان به بالای پیش تخته یک 30 سومی پرتافت. مگزینچی با تمسخر نظر افکنده باز غرونگاز زد. باز یک تا. بزرگخان حیران شد. باز یک تا؟ یعنی باز 30 سوم؟ آخر یک شیشه این جانور 5 سوم و 60 تین کو؟ مگزینچی این تحیری او را دیده با همان آهنگ علاوه نمود. مگر از آسمان افتادی؟ 2 هفته باز عرق و بسیار مالهای دیگر را با نرخ بازار سودا میکنیم، فهمیدی؟ حالا نرخ یک شیشه این جانور 56 سوم. اگر باور نکنی تمغه نوش را بین. بزرگخان با دقت تمغه عرق را از نظر گذراند. به بالای تمغه کهنه‌اش تمغه نو زده نرخش را 56 نوشته بودند. اندک پشت سرش را خاریده استاد و بعد باز یک 30 سومی برآورده به بالای پیشتخته پرتافت. تا آنکه کدورتی که از بیخبری او از کاروبار دنیا سر زده بود برهم خورد، با آهنگ هزل‌آمیز گفت: در حقیقت هم من از آسمان افتادگی. بنابراین لطف کرده فهمانده دهید که چرا مگزین های گذری دهبید و کلالیان محکم؟ برای آنکه چیزی میفروختگی ندارند، گفت مگزینچی و به تگ پیش تخته خم شده با کار مشغول شد. برای چی؟ تو بچه یا مرا مسخره کرده ایستاده ای یا دیوانه هستی؟ قامتش را راست کرده و چشمان خون گرفته‌اش را بروی مصاحبه‌اش دوخته گفت با جهل فروشنده: نخواد همین را هم نفهمی. آخر جنگ. مردم هنوز در ماهای اول تمام مگزین ها را لیسیده رفته بودند. و اندکی از جهلش فرامده با ملایمتی پرسید: نخواد در ماهای آخر یگان بار به مگزین ندر آمده باشی؟ نه، غرونگاز زد بزرگخان و به قفا برگشته از مگزین برآمد. وی در حقیقت هم در ماهای آخر به یگان مگزین ندر آمده بود، چون که همه چیزی برایش لازمی را خودی حلیمه خریده می آورد. بزرگخان به خانه آمد. از آشخانه 4 پمیدار و 1 نان آبش گریختگی یافت. همه آن را آورده به بالای کد گذاشت. دهان شیشه را گشاد. استکان را پر کرده یک باره به سر کشید. 1 پمیدار را گزک کرده به فکر فرو رفت. با تدریج دلش از غم و اندوه و رنج و آزردگی تفسیر نشونده لبریز می شد. برای چی وی اینقدر خفه؟ برای آنکه حلیمه برایش ناشتا تیار نکرد؟ نه، برای این نه. خودش دست و پا دارد و خودش نانش را یافته خورده می تواند. یا برای آنکه گپش بازنش گریخت؟ نه، این هم چندان اهمیت ندارد. علاوه بر این، از آن روز زیاده از 1 ماه گذشت و آن گپ ها کیها فراموش شدند. پس برای چی؟ برای آنکه در مگزین ها و از این رو در بازار نرخ مال 20-30 بار قیمت شده است و آن پولی که او در امانت کسه دارد به 1 مشت کاغذ نقشین تبدیل یافت. بله، باید همین طور باشد. پس به این کی عیب دار؟ بابایش؟ پدراندرش؟ نه، هیچ کس. بخت ندارد و بس. آخر کی بخت برای او خندیده بود که اکنون خندد؟ بله، هیچگاه بخت نداشت. تقدیر دایما به او پیاپی ضربه میزد. ها، در همه جبهه ضربه میزد. هنوز در ایام کودکی از پدر محروم ساخت. 1. مادرش دختری شکوری خارکش پاس خاطری پدرش را نگه نداشته بعد 1 سال همخوابه کلی شادی شد و با این او را در بین مردم سرخم کرد. این 2. وی تمام قوهش را صرف کرده مرده خواند. مکتب میانه را اعلا تمام کرد. بنابراین باوری داشت که صاحبی کاروبار و عزت و اعتبار خواهد شد. و این آرزویش هم خطی بطلان کشیدند. با تهمت ناحق حبسش کردند و به پیشانه‌اش تمغه دشمنی خلق را زدند. این 3. نسبتش زنی پس فطرتی بوده است
حتی 3 ماه پایداری کرده نتوانست. این 4. از فرط بیعقلی و هوا و هوس به حلیمه، به زنی که از 2 شوهر مانده است خانه‌دار شد. این 5. در عمرش 1 بار بخت بر رویش خندید، صاحب اندک پولی شد. انه حالا آن هم به 1 مشت کاغذی رنگه تبدیل یافت. این 6. پس چرا ننوشد؟ بزرگخان باز استکان را پر کرده به سر کشید. بعد از استکان دوم در تمام اعضای بدنش یک لاحظی حلاوت بخش دمید. وی به بالای کت به زیر آفتاب تیرماه که به بدن خیلی فاره می رسید دراز کشید. بزرگخان در خواب احساس می نمود که کسی مویش را سیله می کند. چشمش را نمراه کرد، دید که حلیمه. ها؟ اینقدر خواب؟ گفت او با تبسم مهربانانه. شب خواب؟ روز خواب؟ بزرگخان جسته از جایش خیست و چشمانش را مالیدن گرفت. چی؟ بی‌مازیق شدید؟ پرسید حلیمه با تبسم شیرینه. بزرگخان این تبسم زنش را دوست می داشت. وی از دست زنش داشته او را به بالای کت کشاله کرد، اما حلیمه دستش را رهانده و با سرش به سوی آشخانه تابستانی اشاره کرد. شرم نمی دارید؟ مشه خاله نگاه کرده ایستاده است. در حقیقت هم مشه خاله با آنها تبسم کنان می نگریست. امروز شما گرسنه ماندگی برین. حاضر، من کمتر از زیربک آش آورده می دهم. حلیمه به شوهرش باز یک تبسم کرد و به سوی آشخانه روان شد. اما به جای حلیمه مشه خاله یک طبقچه زیربک و 2 نان گرم گرفته آورد. حلیمه در نزد آتشدان جنب و جل می کرد. کنی با من هم کمتر ریز، گفت مشه خاله به بالای کت نشسته. من امروز گنده مانده شدم. 100 تا نوشیدن می خواهم. دستم، کتفم، تخت پشتم، خلاصی کلام تمام اعضای بدنم درد کرده ایستاده است. شما و حلیمه از افتکار 1 ماه باز به حمالی مشغول. وی هم دائما شکایت می کند که کتفانش و میانش درد می کنند. دهان شیشه را کشاده ایستاده با تمسخر گفت بزرگخان. بله، من و حلیمه 1 ماه باز برای تو و برای بچه تو حمالی می کردیم. گویا تمسخری مصاحبش را پی نبرده باشد، گفت با آهنگ جدی مشه خاله. برای من؟ پرسید با تحیر بزرگخان. عجیب کو؟ عرق را ریز، بعد فهمانده می دهم. از جواب گردن کشی کرد مشه خاله. بزرگخان به مشه خاله 1 پیاله لبالب و به خودش به تگ استکان اندک عرق ریخت. برای چی به خودت کم ریختی؟ پرسید مشه خاله. دلم نمی کشد. البته 1 خودت تنها 1 شیشه عرق را زدی و کنایه کرد مشه خاله. بزرگخان جواب نداد. آنها ششبند کرده گرفتند. اکنون تا پختنی آش طاقت کردن ممکن، گفت مشه خاله که بعد از نوشیدن عرق از چهرهش آثار خستگی دور شده بود. اکنون خیز، محصول حمالی امان را نشان می دهم. بزرگخان به اختیار از جایش خسته از پس مشه خاله روان شد. مشه خاله او را به نزد تهخانه آورده و قلف آن را گشاده گفت. انا نگاه کن. و برای به پیش گذشتن به بزرگخان راه داد. بزرگخان تهخانه را از نظر گذراند. در یک گوشه 20 خلطه برنج، در گوشه دیگر همین قدر آرد، 30-40 قوطی عرق، مکران، سیگارت، 5-6 کمپلی پشمین، 4 توب متوی گوناگون و حتی 1 قوطی کلان فنیری پر از گوگرد. بزرگخان حیران شد. همه این چی لازم؟ چی لازم؟ پرسید با تمسخر مشه خاله. لازم می شود. ها، لازم می شود. این جنگ لعنتی اول و آخر نداشتگی برین. انا می بینی بعد 1 سال نه، حتی بعد 1 ماه 1 کیلو آرد به 1 کیلو طلا برابر می شود. بزرگخان از تهخانه برآمد. آنها آمده باز به بالای کت نشستند. بزرگخان 1 سیگار درگیراند و 2-3 قلاب دود گرفت. این عمل زنش و مشه خاله به او معقول نشد. این عمل به قلابی نه به قلابی هم نه، بلکه به 1 چیزی از آن هم بدتر، ننگینتر مانند بود. بنابراین در دلش 1 احساس ناگوار،
حتما سختکک آزار دادن مشخاله پیدا شد. میدانید اگر تشکیلات های دخلدار این را فهمند چیکار میکنند و بعد از اندک توقف به چشمانی از شدت تحیر گردک شده مشخاله با تمسخر نگریسته خودش جواب داد: از پایتان می آویزند. ها از پایتان می آویزند. اولش این که تشکیلات های دخلدارت نمی فهمند. ثانیاً اگر فهمند هم خودمان علاجش را می یابیم، گفت با عصبانیت مشخاله و با جهل از جایش خسته به سوی آتشدان روان شد. در نزد آتشدان در پهلوی دخترخواندش نشسته غرون گاز زد: این شوهرت عجب جوانی احمق بوده است. من در عمرم این خیل آدمی احمق را ندیدم. حلیمه که از گپهای آنها خبر نداشت متایبه کرد: احمق باشد هم خوشروی، بنابراین از گناهش گذشتن ممکن. از این گپ دخترخواندش به لب مشخاله تبسم دمید. آخرهای ماه نوامبر بود. آفتاب بر سر کوه و وادی ها هنوز هم بی‌دریغ نور خود را میریخت. گندم تیرماهی پنجه زده کرپه بر این بالای زمین را پوشانده بود. پاده و رمه ها هنوز هم در گندم پیه ها چریده می گشتند. کشتکار تیرماهی هنوز هم در اوج بود. چنین به نظر می رسید که مردم وجودی فصل زمستان را فراموش کردند یا خود گمان می کنند که سال از 3 فصل عبارت است و بعد از تیر ماه بدون زمستان فصل بهار می آید. اما شبانه شمالی سرد و تیز و تند برخاست که از آن بوی برف می آمد. زمستان ناگهان حمله آورد. میرگن قریبی های صبح کاذب از شدت سرما از خواب بیدار شد. خانه نهایت سرد بود. وی شینیلش را به کتفش برتافته به نزد تیرزه آمد. کوچه و بام خانه های همسایه در زیر برف بودند. چنین به نظر می رسید که درختان بر سر چتری سفید کشیدند، اما تنه آنها در روشنی برف و صبح کاذب باز هم تیره‌تر و حزن‌انگیزتر می نمودند. دلی میرگن را وهم بخش کرد. احوال تراکتورها چه خیل باشد؟ اکنون آنها را چه خیل به امتیاز می آورند؟ آره، اکثریت تراکتورها کایها باز تعمیر طلب بودند. امتیاز کایها پلانی کشتی تیرماهی را بر زیاد اجرا کرده بود، بنابراین امکان داشت که تراکتورهایش را به استاخانه آورده به تعمیر زمستانی شروع نماید. میرگن این را چندین بار به کمیته پرتیوی رایون عرض کرد و با دلیل و برهانها اثبات نمود که تراکتور و دیگر ماشین و مکانیزم ها را به امتیاز آورده به تعمیر گذاشتن لازم، اما قاسم بابایویچ هیچ چیز را به اینابت نمی گرفت و طلب می نمود که کشتی تیرماهی تا امکان آخرین تا تماما یخ کردن زمین دوام داده شود. بسیار می خواست که رایانش در ولایت از جهت کشتی تیرماهی جای یکم را اشغال کند. میرگن لباسش را پوشیده از خانه برآمد. شمالی سرد بر رویش زده دو رخساره‌اش را لواز زنان سوزاند. نفسش را تنگ کرد. گوشک تلپکش را فرآورد و با نوک گریبان شینلش دهان و بینیش را پوشانده و سوی امتیاز روان شد. وقتی که دری قراولخانه را گشاد، هوای گرم و حلاوت بخش به سر و گردنش زد. در پیچکه چوینی الاو غراس می زد. قراول موسفید خاشاکوف در تن پوستین و در سر تلپک در بالای کتی کمبری چوبی تبچن چارزانون نشسته چای می نوشید. وی در برابر دیدن میرگن از کت جسته فرامد. بیایند میرگن بای، بیایند. میرگن اول دستانش را به بالای پیچکه داشته گرم کرد و بعد امانتک به لب کت نشسته از دست خاشاکوف پیاله چای را گرفت. چای داغ بوده است و بدنش گرمی دوید. بعد از خالی کردن پیاله دویم به خاشاکوف مراجعت کرده گفت: امک، اگر بیملال باشد حاضر به خوابگاه امتیاز رفته ابو را بیدار کرده به نزد من میفرستید، بعد به پیچکه بوگالتری علاو میمانید. خاشاکوف بسیار میخواست که گوید: نامعقول کردی، من به تو یو گردک نیه، نه ابویت را به نزدت میفرستم
نه به آتش دان علو میمانم. اما به جای این دستی راستش را به بالای سینه‌اش گذاشته با نیم تعظیم گفت: خوب شده است میرگن بای، خودی حاضر میروم. و زود از خانه برآمد. خاشاکوف از میرگن مردنیوار میترسید. از خداوند هم که به درگاهش هر روز 5 بار نماز میگذاشت و عجز و لابه میکرد اینقدر نمیترسید. وی هر باری که میرگن را میدید زیر لب غرونگاز میزد: یا اله منت من ظالمین، یعنی خدایا از شر ظالمان ایمین دار. میرگن به اداره در آمده به خانه همه آن کارمندان راهبری کننده MTS که خانه اشان تلفن داشتند زنگ زد. تخمینا بعد از 10 دقیقه هر ساز زنان ابو به بوغالتریا در آمد. خاشاکوف خدا را می پرستید، ابو میرگن را. بنابراین هر یک فرمان او را با دل و جان و زود اجرا می کرد. انا حالا هم دست و رویش را نشسته دویده آمد. میرگن بعد از سلام و حال پرسی به دستش کاغذچه را داده گفت: انا به خانه همه آنهایی که نامشان را نوشتم رفته زود به اینجا می بیاری. ابو کاغذچه را گرفته از اداره دویده برآمد. بعد از نیم ساعت همه بریگادیر، میخانیک و انژینرهای MTS جمع شدند. با آنها در چنین بر وقتی به اینجا دعوت شدنشان را فهماندن لازم نبود. همه‌شان مقصد دیرکتور را به هیچ شرح و تفسیر میفهمیدند. میرگن آنها را به بریگادهای تراکتوری تقسیم نموده تاکید کرد که تا نصف روز از احوال تراکتورها خبر گرفته رسا ساعت 2 باز در همین جا جمع شده به او عرض کنند. رسا ساعت 2 باز همه جمع شدند. معلوم شد که آب رادیاتور 2 تراکتور را سر ندادند. آب یخ بسته رادیاتور و بلوک موتور را کفانده است. موتور 8 تراکتور را به کار انداخته نتوانستند. 12 تراکتوری که در موضعهای دوردست رایان کار میکردند با قوه خود به MTS آمده نمیتوانند. ممکن است در راه تماما از کار برآیند. قرار داده شد که همه آنها را به دهات نزدیکترین برده تعمیر زمستانی را در همانجا گذرانند. برای این اول از راهبران رایان اجازت گرفتن لازم بود. این کار را میرگن و کمال خان به ذمه گرفتند. ثانیاً برای تراکتورها گراژ و برای تراکتورچیان منزلگاه پیدا کردن لازم بود. با این مقصد 2 بریگادیر، میخانیک و سر انژینر کاشاکوف را باز به دهات فرستادند. آنها میبایست با رئیس آن کلخازانی که در زمینشان تراکتورها از کار برآمدند گفتگو کرده برای تراکتور و تراکتورچیان منزل پیدا میکردند. میرگن و کمال خان بیاناتنامه نوشته به نزد قاسم بابایویچ رفتند. قاسم بابایویچ بیانات آنها را خوانده با روی ترش گفت که مسئله خیلی نازک و مرکب است. بنابراین یک خودش حل کرده نمیتواند. بیورو را جغ زدن لازم. بیورو به ساعت 8 بیگاه تعیین کرده شد. میرگن و کمال خان از کابینت قاسم بابایویچ برآمده راه MTS را پیش گرفتند. ابرها پراکنده شده بودند. هوا صاف و بیغبار بود. آفتاب چون تشت میسین سرخشتاب می نمود. بله، چون تشت میسین بود. می درخشید اما حرارت نداشت. برف در زیر پای بلند بلند غجراس می زد. از کوه بیل که تابستانها از آن گرمسیل می وزید حالا شمالی سرد وزان بود. شمال بروی و گردن زدن نفس را به درون می گرداند. کمال خان گوشک قراقلیش را فراورد. گریبان پلتایش را که نیز از قراقل بود بالا کرد و دست پوشکش را پوشید. میرگن دستانش را به کیسه انداخت و سرش را به بین شانه هایش کشید. آنها خیلی وقت خاموش قدم می زدند. چرا باجد وقتای آخر خیلی خفه و مایوس می نماید؟ خاموشی را ویران کرد در آخر میرگن. کاری جرأتان سیف، گفت با تمسخر کمال خان. من نمیدانم که این آدم در کجا کلان شده است. نه آدمگری را میداند، نه آداب معاشرت را. نه کلان را میشناسد، نه خرد را. 2 بار به پسر یکه و یگانه قاسم بابایویچ پاویستکه فرستاده است. دفعه دوم تاکید کرده است که اگر اختیاری نایی به زوری میارم. اکنون خودتان گویید کنی آداب، کنی عزت و احترام، کنی آدمگری. این مردک چنان از خود رفته است که نه خدا را میشناسد و نه خدای بیردی را.
با جهل سخنش را به آخر رساند کمال خان. میرگن در جواب حرفی نگفت. نه تنها وی بلکه تمام مردم ریان این گپ را خیلی خوب می‌دانستند. همه گوش به قمار بودند. کنی کی زور می‌براید؟ کمیسری حربی سیف یا قاسم بابایویچ؟ قانون یا منصب؟ در حقیقت این ماجرای گوش ناشنیده بود. در سالهای آخر قاسم بابایویچ چنان لجام همه کارهای ریان را به دست گرفته بود. در ولایت و پایتخت چنان نفوذ، چنان جوره ها پیدا کرده بود که در ریان کسی جرأت کرده نمی توانست که از خطی کشیدهش بیرون براید. خدا نکند و کسی یکش را دو گوید، روزی چنین آدم حتما سیاه خواهد شد. حتی کاتب دویمی کمیته پرتیوی ریان سینگلاس با وجود آنکه در ولایت و مرکز نفوذ معینی و آبروی و اعتبار داشت، با قاسم بابایویچ برابر شده نمی توانست. به وی لازم آمد که ناعلاج برای ریان دیگر به کار گذارد و بار و بونه‌اش را بسته شبانه زرگر را ترک گوید. انا اکنون کمیسرچه با نام سیف با قاسم بابایویچ برابر شدنی. اگر به قول کمال خان گوییم با دومی شیر بازی کردنی. میرگن در دل به این اقدام سیف تحسین و تهنیت می گفت. آخر قانون برای همه یکیست، هم برای کاتب یکمی کمیته پرتیوی ریان و هم برای پادبان کلخاست. بنابراین بی‌طاقتانه به عاقبت این اقدام دلیرانه سیف منتظر بود. کمال خان چون دید که میرگن در جواب حرف گفتنی نیست، سخنش را ادامه داد. شما و سیف جوره، یک نصیحت کنید نمی شود؟ آخر این کارش خوب نه؟ خودتان نغز می دانید که قاسم بابایویچ در نزد کلانهای ولایت و مرکز آبروی و اعتباری دارد. بنابراین با هر راه پسرش را خلاص کرده می گیرد. لیکن در بین وی و سیف خنوکی می افتد. این نغز نه. آخر ما فرزند یک دیاریم. نان و نمک خورده ایم. میرگن با تمسخر از دل گذراند. آها، به ازارتان کایک افتاد، بیقرار شدید. اما در این وقت کار اسد به خاطرش رسید. بنابراین با آهنگ شکوه و تحسر گفت: جانی من و من جوره نیستیم. یک وقتها در یک اسکادران خدمت میکردیم و خلاص. اگر وی جوره میشد، پسری 17 ساله مرا به جنگ نمیفرستاد. و بعد اندک توقف با تمسخری آشکارا زم نمود. مرا یک رو میگویند، لیکن سیف از من هم یک رو تر است. به وی پند و اندرز گفتن و به گوش مرده یاسین خواندن یکیست. بنابراین به تقدیر تن دادن لازم است و سلام. کمال خان سخت حیران شد. انا جورگی و من جورگی. اگر به میرگن بر این آدم که بر سرش این خیل فلاکت مدهش آمده است رحم نکرده پسری 17 ساله اش را به عسکری فرستاده باشد، با قاسم بابایویچ و پسری 19 ساله او اصلا رحم نخواهد کرد. بنابراین با تحیری آشکارا پرسید: وی میدانست که پسرتان نو به 17 قدم مانده است؟ بله، هر سال در جشن مولودش اشتراک میکرد، باز تحفه هم میآورد. با وجود این پسرتان را به عسکری فرستاد. در آن روز در کمیسریت حربی نبوده است. میگوید که اگر میدیدم به بونی گردنش 2 زده با پاسبان مسلح به خانه‌ات میفرستادم. آخر شما حق دارید که دو تاز کرده به اداره های دخلدار شکایت کرده اسد را از این راه برگردانید. نوبتش تنها بعد 1.5 سال میرسد. بعد 1.5 سال خدا پادشاست. بله، من میتوانم که دو غیچ کرده پسرم را به مدت 1.5 سال از خدمت حربی آزاد کنانم. لیکن در اینجا یک گپ دیگر هست کمال خان. چه گپ؟ متحیرانه پرسید کمال خان. آیا در آن صورت اسد از بحر من بر این پدر نمی براید؟ آیا تو در این باره فکر کردی؟ شما романи گذشته ایامی نویسنده خلقی تاجیکستان جمعه اودینه را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبدالله از سلسله خوانش بدیعی شنیدید. انجام گفتار 11